عرض ادب خیلی خوش اومدین به قسمت دوم برنامه پاپوش. داشتی چیکار می‌کردی دوباره؟ به خدا داشتم گیتار میزدم. یه امان از دستم. اپلیکیشن ریخته بودم، گیتار میزنی، گیتار یاد میگیری. چرا؟ حالا واقعیش؟ نه واقعیشو من سفارش دادم، گیتارش هم دارم، استاد خوبی هم توی ایران پیدا کردم آنلاین، ولی فعلا فقط این کار رو کردم. گیتار هنوز جریان زبان ترکی هست؟ هنوز نمیزنم گیتار رو. آخه آرسا میدونی واقعیت اینه که تو اگر بخوای ساز یاد بگیری به نظر من بعد از بچگی شروع کنی. اینو قبول دارم. اصلا ساز غیر از گیتاری که میخوای یاد بگیری میزنی؟ مخالف. اونو که تو این برنامه میزنی، ساز مخالف میزنی با من، غیر از اون. نه به خدا. ولی ساز خاص، یعنی سازی که خیلی دوست داشتم گیتار بود. بعد رفتم سازدهنی یاد بگیرم واقعا. بعد فهمیدم که سازدهنی ساز مکملیه برای گیتار که خیلی به ظرفه تر، یعنی بگم به ظرفه چرا، یعنی خیلی خوبه. خب بعد رفتم گیتارم اون موقع میادم خریدم، فروختم، الان خریدم نمیفروشم. ولی ساز رو نه یاد میگیره نه میفروشه. گیتار رو گوش کنار خونه همین خیلی باشه. هم خاک گرفته. استادم هم همین پیش پای تو مسیج زد که چه خبر، منم فعلا سین نکردم. تو خودت ساز؟ من ساز خیلی دوست دارم. بچه‌م بودم، یعنی دوران خیلی قبل گیتار رو میگم گیتار زهر برورد رو گیتار پیانو یاد گرفتم میزدم ولی فرار. آخه میدونین مثلا یه چیزی هم هست، الان نسل مثلا پدر مادرهای دهه 60 که میشن، البته نسل شما نیست، نسل منه، اونا که بچه دار شدن واقعا میدونن که از یه سنی هم زبان هم موسیقی باید از یه سنی برای بچه‌ها شروع شه. اصلا خیلی مهمه به نظرم. یکی از مواردی که بچه‌ها باید یاد بگیرن، نه تنها زدن ساز، خب از نظر روحی خیلی قشنگه، نوازنده است، علاوه بر اون ذهنو خیلی فعال میکنه. مثلا همون پیانوه، این هماهنگی انگشتا باعث میشه کلی از بخشای مغز که حالا تو بچه‌های دیگه شاید فعال نشه تو سن، براشون فعال بشه. پس لطفاً اگر به استثناء داشتین رد میشدین تو کانال‌های ماهوارتون و حالا تو یوتیوب که الان دارین میبینید، ما رو دیدید که دارین در مورد این موضوع صحبت میکنیم و یک استثناء بچه‌ای دارید که همسن سال بچگی‌های ماست، بین 8 تا 10 سال، چه بهتر زودتر، حتما یک کلاس موسیقی بنویسینش. یکی از کلاسایی که باید به نظرم من اینکه موسیقی، بحث موسیقی هم اگه بخوایم سنتی یا کلاسیک، خیلی یهویی سنتی و کلاسیک. آخه سنتی ایران و کلاسیک تقریبا توی چیزا. یا مثلا سنتی. من میگم بیا به جای که من تو در موردش حرف بزنیم، بریم یه آیتم موسیقی خوب ببینیم، بعد ببینیم که چه جوریه، سنتی یا کلاسیک. پیدایش و توسعه موسیقی در جهان یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین جنبه‌های تاریخ فرهنگی انسانه. موسیقی نه تنها به عنوان یک فرم هنری، بلکه به عنوان یک ابزار ارتباطی و اجتماعی در تمدن‌های مختلف اهمیت زیادی داشته. یکی از تمدن‌های برجسته‌ای که نقش مهمی در تاریخ موسیقی داره، تمدن ایلام خودمونه که در جنوب غربی ایرانه که از حدود 3000 سال پیش قبل از میلاد مسیح فعالیت می‌کرده. ایلام به عنوان یکی از تمدن‌های باستانی و کهن جهان دارای فرهنگ غنی و متنوعی بوده که موسیقی یکی از عناصر اصلی اون به شمار میره. موسیقی در ایلام همانند بسیاری از تمدن‌های باستانی نه تنها برای سرگرمی بلکه برای هدف‌های مذهبی و اجتماعی هم استفاده می‌شده. باستانشناسان و محققان در کاوش‌های خودشون در مناطق ایلامی به ابزارهای موسیقی متنوعی دست پیدا کردند. این ابزارها نشان دهنده تکنیک‌های پیشرفته و هنری مردم ایلام در ساخت و نواختن موسیقی بوده. برخی از این ابزارها مثل فلوت، چنگ، طبل‌ها، دف‌ها و سازهای زهی بودند. اعتقاد بر این بود که موسیقی میتونه به عنوان واسطه‌ای بین انسان‌ها و خدایان عمل کنه. بنابراین در مراسم‌های مذهبی نوازندگان و خوانندگان همراه با حرکت آیینی به اجرای موسیقی می‌پرداختند. این مراسم‌ها معمولاً در معابد و مکان‌های مقدسی برگزار می‌شد و موسیقی بخش جدایی ناپذیری از این مراسم بود.
موسیقی ایلامی تأثیر گسترده‌ای بر تمدن‌های همجوار خودش داشت. بسیاری از مفاهیم و تکنیک‌های موسیقی ایلامی به تمدن‌های دیگه مانند بابل، آشور و حتی تمدن‌های بعدی ایران منتقل شدند. به عنوان مثال برخی از سازهای زهی و بادی که در ایلام مورد استفاده قرار می‌گرفتند، به تدریج به موسیقی این تمدن‌ها نیز وارد شدند. برخی از قدیمی‌ترین سازهای موسیقی که در ایلام کشف شده، فلوت و چنگه. این سازهای قدیمی چندین هزار سال قدمت دارند و نمونه‌هایی از اونها در حفاری‌های باستانشناسی کشف شدند. به عنوان مثال فلوت‌هایی که از جنس استخوان ساخته شدند که قدمتی بیش از 4000 سال دارند و نشون دهنده اهمیت و پیشرفت موسیقی در تمدن ایلام هستند. پس نتیجه میگیریم که موسیقی در تمدن ایلام به عنوان یکی از اجزای اصلی فرهنگ و هنر این تمدن باستانی نقش کلیدی ایفا کرده. سازهای متنوعی که در این تمدن‌ها استفاده می‌شدند نشون دهنده تکنیک و هنر پیشرفته مردم ایلام در ساخت و نواختن موسیقی بود. موسیقی نه تنها به عنوان یک هنر بلکه به عنوان ابزاری برای ارتباط با ماورالطبیعی و تقویت ارتباطات اجتماعی و فرهنگی در ایلام داشته. تأثیرات موسیقی ایلامی بر تمدن‌های بعدی نیز نشون دهنده اهمیت و نفوذ بالای این تمدن در تاریخ موسیقی جهان بوده. اینو میخوام بزنم تو سر مهمونه. ببخشید. خدایا مهمون داریم، بریم با مهمونمون برمیگردیم. تو نمیگی یا من بگم؟ نه دیگه زشته، مهمون نشستم. بعدن دیگه شروع کن. خیلی خوب، خواستم فقط بگم که سلام دوباره. چرا سلام میدیم ما الان؟ سلام نباید بدیم. دیدین بالاخره که ما مهمونمون چه شخصیتیه و چی کار میکنه. دیگه لازم نیست توضیح بیشتری بدیم، فقط میخوایم که خودشو معرفی کنه. دقیقاً. سلام اسماعیل عزیز. سلام. یه دستم بات بدم. قربونتون برم. عزیز دلم هستید. من اسماعیل شجاعیان هستم، نوازنده و مدرس. اینا تمرین الان؟ نه. رکورد. میتونی یه پوتی هم بکنی ولی ادامه بده چون قطعش نمی‌کنیم. برنامه بدون کات. خب نمیدونستم. سلام دوستان عزیزم، اسماعیل شجاعیان هستم، نوازنده و مدرس سازدهنی یا هارمونیکا. دیگه پس حواسم باشه دیگه. آره. من یه چیزی رو تمرین کردم که ازت بپرسم، دیاتونیک یا کروماتیک؟ درست گفتم؟ من کروماتیک اجرا میکنم. خب من قبل از که از یه سوالی پرسیم، چون چند روز پیش خودت هم بیا تو پیجت پرسیده بودی که فرقشون چیه. بذار قبل از هر چیزی دوستان میدونن سازدهنی دو مدل دیگه، درسته؟ به طور کلی دو مدل. این استادایی که خیلی خوب بلدن هیچ وقت به تایید 100% نمیدن، سعی میکنن تو اون خلل نگه دارن. خیلی نوعای مختلف داره ولی کلی به دو صورت و به دو مدل کروماتیک و دیاتونیک تقسیم میشه. سازدهنی دیاتونیک مخصوص افرادی هستش که به سبک بلوز و کانتری علاقه دارن و سازدهنی کروماتیک بیشتر برای سبک پاپ، کلاسیک، مدرن، کارهای ایرانی که میشنویم دیگه. سازدهنی کروماتیک 12 سوراخ 3 اکتاو کامل پیانو رو داره. اونی که نداره؟ سازدهنی دیاتونیک اصلا کلا سبکش فرق می‌کنه. چیدمان نوت‌ها برای گام‌های مختلفه، یعنی مثلا الان همرام نیست نشونتون بدم، هم ماژور داره هم مینور، هر کدومشون داره 7 تا ساز هستن و گام‌های مختلف، دو ماژور، سل ماژور، بعد مینور داره. تخصصی تره بیشتر. فقط سبک بلوز و کانتری برای ماژور، مینورش هم که حالا بیشتر کلاسیک، اصفهان کلاسیک ایران میتونه باشه. چقدر جذاب. یه سوال بپرسم، چند ساله می‌نوازین؟ سازدهنی
چی وقتی که می‌نوازی از اونجایی که شروع کردیم بگم خیلی بهتره. سال 87 بود اگه اشتباه نکنم، من دانشجو بودم، خیلی هنوزم دانشجو هستم، اون زمانم دانشجو بودم. یادم از متروی تهران برمیگشتم، اون موقع 2 تا خط داشت تهران، خیلی کوچیک بود، لایناش خیلی کم بود. 22 سالم بودش اون موقع. برای اولین بار در اومد، میتونیم سنشو در بیاریم. خب 87 22. خب ببخشید گفتم بذار قبلش باز یه چیزی بگم خیلی نمیتونه ادامه آره کلا محتاط‌تر تو برنامه آدما دو دستن، یا ساز انتخاب میکنن یا ساز اونا رو انتخاب میکنه. حالا میخوام بگم چیه. من تو مترو بودم، برای اولین بار یه صدایی به گوشم اومد که این صدا خیلی جذاب بود، یعنی من رو بلند کرد. توی مترو حرکت کردم به سمت این صدا. یه آقا پسری نشسته بود تو مترو در حال حرکت و داشت برای خودش سازدهنی اجرا میکرد. منم همینجوری نگاه میکردمش. برای اولین بار بود که من سازدهنی رو میشنیدم. حتی خیلی‌ها به من میگن ما از بچگی سازدهنی داشتیم، علاقه داشتیم، تو خونمون داشتیم. من حتی این گزینه‌ها هم برای من نبود. اون صدا یه کاری با من کرد. بعدش که اومدم بیرون، همون روز رفتم روزنامه همشهری گرفتم، باز کردم تو نیازمندی‌ها آموزشگاه رو سرچ کردم. خیلی هم کم بودش و از همون روز سازدهنی رو شروع کردم. اون روز سازدهنی من رو انتخاب کرد، چون اگر میگن یه جا یک صدای از سازی رو شنیدید و با تمام وجودتون یک انقلابی درون وجودتون رخ داد، اون یعنی ساز شما رو انتخاب کرده. و الان 15 ساله که نوازنده سازدهنی هستم. 15 سال برای، حالا نمیگم ساز آسونی نیست واقعا سازدهنی، ولی 15 سال خیلیه برای سازدهنی. و هیچ ساز دیگه ای نزدی؟ در کنار سازهای دیگر رو امتحان کردم، برای دل خودم گاهی اوقات زدم، مثلا سالها نی هفند ایران و سازهای دیگر اجرا کردم، ولی اولین ساز تخصصیم هارمونیکا بود و ادامه دار شد که سر یک اتفاقم از سال 91 تصمیم گرفتم که به سمت آموزش بیام دیگه، آموزش سازدهنی. یعنی از سال 91، یعنی 87 شروع کردی، 91 شروع به آموزش کردی؟ خیلی یعنی چه پیشرفت سریعی داشتی؟ آره خیلی دوست داشتم و یکی از دوستانم، به یک نفر از دوستان آموزش دادم. اونجا فهمیدم که توی این موضوع استعداد دارم، توانایی من توی آموزش دادنه و خدا رو شکر تا الان با چند هزار نفر کار کردم و خیلی نوازنده‌های خوبی رو رشد دادیم. سوالم همین بود. پس ببینم راه کسب درآمد دارید از سازدهنی یا نه؟ من کارم حرفم آموزش سازدهنی دیگه. ساز میزنم، هم اجرا میکنم هم آموزش میدم، ولی بیشتر تمرکزم روی آموزش سازدهنی هست. غیر از آموزش به طور دیگه براتون درآمد داره؟ میخوام در مورد پیج و اینجور چیزها. نه، فقط الان در حال حاضر فقط از روی آموزش سازدهنی. خیلی هم دلیه اسی، یعنی مثلا الان بهش بگی اسماعیل مثلا تو خود یه سازی بیا بزن، هیچ وقت من ندیدم در مورد مسائل مالی صحبت کنه، چون فکر کنم مثلا به این چشم نگاهش نه اصلا نیازی نیست، خودش میاد دیگه. آره آخه تو این لول تو هر سطح هر چیزی رو تو این لول براش سالها زحمت بکشی و به نتیجه برسونی، بالاخره یک درآمدی از اون کار پیدا میکنه. هر چیزی میخواد ساخته، اینم خیلی سخته آخه. اینم سخته. ولی در مورد سازت میخواستم بپرسم، وقتی اومدی ترکیه، میدونم الان چند سالی هست؟ چند سال شد؟ 2 سال هنوز نشده. 2 سال شد. 2 سالو تیر 2 سال پیش بود. من واقعیتش خب چقدر تایم داریم من صحبت کنم؟ بگو تایم داریم. آره ما بعداً در میاریم. من قبل از اینکه بیام ترکیه، چون من آموزشام به صورت آنلاین و آفلاینه و حضور خودم اونقدر مهم نیست کجا باشم، یه چند سالی از کرونا به بعد آموزش آنلاین و آفلاین داشتیم، سفر میکردم که این اواخر یه خونه داشتم جزیره هرمز بود. 6 ماه دوم سال رو هرمز زندگی میکردم، 6 ماه اول سال رو شهرهای مختلف در سفر بودم، اجرا میکردم، ویدیو میگرفتم، توی اینستاگرام میذاشتیم. خیلی دوست داشتم این کار انجام بدم. و تیر ماه 2 سال پیش دقیقا همین عید قربان بودش، من یه سفر 4 روزه اومدم استانبول، یعنی یه بلیط رفت گرفتم 4 روز بیام استانبول. یک سری اتفاقاتی تو اون 4 روز برای من افتاد که تا الان 2 ساله در خدمت. بلیط برگشت نگرفتی؟ بلیط برگشت دیگه نه و واقعا نرفتی؟
فقط به خاطر مثلا چند ماه بعدش برای مدارک، برای ثبت نام دانشگاه و برنامه خونم، آره دیگه کار ایرانم رفتم یه سر برگشتم و دیگه گویا مهاجرت کردیم. این خودش خیلی عجیبه. من هم یه چیزی شبیه اینه، حالا بعداً تعریف میکنم وقت تو رو نگیرم. در اینم بگم که اسماعیل، نمیدونم آرسا میدونی نه، ولی اسماعیل همکلاسیه منم هست و من بگم به خودت میگی که ما خیلی درس خونیم و تو این 2 سال چقدر پیشرفت داشتیم تو درس. رو بگو به بیننده هامون، تو بگو بذار من نگم. خب ما خدمت رو عرض کنیم برای دانشگاه خب الان فقط داریم زبان میخونیم دیگه، هنوز وارد رشته اصلیمون نشدیم و اینکه خیلی خوب بلده صحبت کنه، در حد مهربان ناصرسین فکر کنم یاد کرد. بعد جالبه من اسماعیل تو این وضعیت B1 رو قبول شدیم الان و هفته دیگه امتحان اصلی ترکی تومره و اگر قبول نشیم قبول میشیم و سال بعد دیگه میریم. الان سوالا رو ترکی میشه بپرس. ترکی تو بپرس. خب فارسی ترکیش خیلی خوبه. نه میگم من خیلی خوب اتفاقا ترکی خیلی خوب گوش میدم. میشه بپرسی ازش؟ یه سوال یکی از سوالات ترکی بپرس. یه مورد دیگه بود گفتم شما سوالا رو ترکی بپرسی، نمیشه. نه که نمیتونم. من خودم هم ترکی رو خیلی خوب گوش میدم. شما میتونید ترکی خیلی خوب صحبت بیا یه سوال ترکی ازش بپرس. شما فارسی بگو من ترکیشو بپرسم. در مورد نمیدونم که بذار ببینم. من اینجا یه سوال نوشتم. ببین یکیشو به ترکی آرسا نوشته چون سری قبل که من نوشته بودم گفت دست دیگه گفتم بذار خودم بنویسم. من بگم ادیتورمون فلش بک بزنه به اونجا. چرا؟ ببین چقدر خوبه. خب کدومو بپرسم؟ یکیشو به ترکی بپرس. هنوز سخت شد برام، وایسا. تو انتخاب کن من بپرسم. تمام. چرا؟ من چیزی 7 ساله دارم ترکی زندگی کنم. بهتر از زبان فارسی میتونم بگم ترکی میتونم صحبت کنم. الان اینطوری نشستن نمیتونم صحبت کنم. من هیچی نمیگم. ما مثلا تو همون برای نگاه کن. میخواد ازت بفهم. نه بابا. راحت باش. فقط این بازی رو کی شروع کرد؟ خودت. ما داشتیم در مورد دانشگاه صحبت می‌کردیم. بگو. نمیشه سوال دیگه بپرس. یه سوال دیگه بپرس. هر سوالی دلت میخواد بپرس. فقط کاشیاشینداسی نپرس. اونو میگه همه بلد. بابا اینطوری میگه انگار من حالا نه خودمو میگم ما انقدر بلدیم. آره تمام. خدا پس ما حق داریم. نه بابا من دیگه از این بعد پس اگه اجازه بدید دوستام سوال شد دیگه شما رو مثلا میگم من که دوستام از 7 سال اینجا سونم بلد نیست. ببین الان باید دیگه خودتو ثابت کنی آرسا. الان دیگه قضیه گذشته. الان مشکل سوال فارسی است وگرنه ترکی. هر سوالی که دوست دارید بپرسید. مشکل همون سوال دوست داشتن اصلا به ذهن. رنگ مورد علاقتون چیه؟ این که دیگه ولش کن. تو خودت الان واسه من یه سوال دیگه ازت میپرسم. حالا واقعا اگر تو خواستی سوالتو آماده کن تا من این سوال ازت بپرسم. خب ببخشید. یه دقیقه بریم یه چیزی ببینیم برگردیم. اصلا ریخ به هم استتون. بریم برگردیم. تو شروع کن. نه دیگه شروع من باز شروع میکنم. در هر صورت سوال هنوز آماده نیست، اما سوالی که از تو دارم، میدونم که توی تایمی اینستاگرامت اومد بالا و حالا زمان بود خیلی برای زحمت کشیدی، ولی یکی دو تا ریل زدی و خیلی وایرال شد. کدوم بود؟ یعنی کدوم ترک رو زدی؟ همین که نشون دادی یا نه یکی دیگه بود؟ همین بود دیگه. همین که نشون دادی؟ این جزء کلیپ هایی بود قطعه الهه ناز که
فکر کنم تا الان نزدیک 6 میلیون تو پیج خودم ویو خورده و اینجوری که من شنیدم پربیننده ترین ویدیو توی اینستاگرام در مورد سازدهنی تو ایران هستش. حالا اگر کسی دیگه بالاتر داره به ما اعلام کنه. ولی واقعیتش به خاطر این نبود. سالها من تلاش کردم براش، سالها براش وقت گذاشتم، چون خدا میگه از تو هر جور حرکت از من همون جور برکت. و بالاخره وقت شده بود دیگه و لطف مردم بود، دوست داشتن و الان فکر میکنم پیجم بزرگترین پیج سازدهنی ایران باشه و پربیننده ترین پیج سازدهنی توی ایران. البته آره میدونم بالای 100 خورده کا شدی. آره چقدر شد الان یا الان؟ چی شد الان یا الان؟ این هر دقیقه میاد بالا. الان فکر میکنم 110 تا باشه. 110 تا رو. خب یک چیز بامزه از سازدهنیت که برای ما خیلی میتونه جذاب باشه، یعنی اتفاقی که شاید یه جایی مثلا میگم یه وقتی هست مثلا پلیس میگیرتت، بعد تو یه کاری میکنی طرف خوشش میاد میگه برو بچه مثلا برو کاری ندارم، خب مثلا یا به زور با یه کاری میکنی سازدهنی بزنی. تو هم چیز داشتی؟ خیلی اتفاقات عجیبی افتاده تو این 15 سال. خب من سازدهنی رو اسمشو کلا گذاشتم شگفت انگیزترین ساز دنیا که براش میتونم حدودا نیم ساعت توضیح بدم که چرا به این ساز میگم ساز شگفت انگیز. خب حالا بهش کار نداریم، ولی خیلی موارد پیش اومده الان مگه اینجا هستم به خاطر سازدهنی دیگه. کل اتفاقات زندگیم مدیون سازدهنیه، نه یه اتفاق. هر جا کارم سازدهنیه، عشقم سازدهنیه، زندگیم همه چیم سازدهنیه دیگه. و خیلی اتفاق جالبی که افتاده، اصلا اون بزرگی پیج برای من اهمیت نداره. پیغام هایی که میاد به واسطه من، خیلی از آدم ها امروز اتفاقا یه پیغام برام اومده بود، یک عزیزی فرستاد آقا من هر وقت حالم خرابه، دلم گرفته، میرم 1-2 ساعت تو پیج شما اجراها رو دونه دونه نگاه میکنم، حالم خوب میشه. این با ارزش ترین چیزه. آره پلیسم بوده، یه بار یه پلیس توی ایران که بودم منو گرفت و فکر کنم باید راهی چیز میشدم کلانتری، بعد بهش گفتم که آقا من ساز میزنم، شب بود، یه قطعه براش اجرا کردم، ما رو ول کرد دیگه. پلیس خوبی بود. ولی خیلی مواردی بوده که سازدهنی آره دیگه من همیشه مدیون اون پسرم، نمیدونم هم کیه، نمیدونم هم کجاست و اون باعث شده که نه تنها من یه اتفاق قشنگ تو زندگیم بیفته، از طریق من به واسطه من هزاران نفرم با سازدهنی آشنا شدن. یه مترو سوار شدی. یه مترو سوار شدم. یعنی چه مترویی؟ به خاطر همین یه خیلی قطار اوقات این برتر سوار میشه شاید این اتفاق. به خاطر همین خیلی اوقات میرم توی خیابون ساز میزنم همینجوری برای دل خودم. شاید یک نفر الان نمیدونم، شاید یک نفرم شنیده خاطره که برای شنیدن این اتفاق افتاد. چون سازدهنی رو میدونید خیلیا 50-60 سال پیش خیلی تو ایران حتی توی ترکیه نوازنده خیلی زیاد داشتن، یکم کم شد و الان خدا رو شکر اساتید من و بقیه دوستان خیلی تلاش میکنن که سازدهنی دوباره جایگاه خودش رو پیدا کنه و الان خیلی بهتر شده و خیلی ها سازدهنی رو میشناسن و توی اجراها هم هستش. یه چیزی من بگم. یکی از چیزایی که الان اسماعیل تو حرفاش زد و من فکر می‌کنم حسودیم شد خیلی، من فکر می‌کنم هر آدمی اگر تو زندگیش به این لول تو یک چیزی برسه که بگه من همه زندگیمو از یک قطعه‌ای که الان دستشه، یک فلز میشه هر جوری گفت، یک ساز، هر چیزی میشه اسمشو گذاشت، ولی اون مهم دیگه اون نیست اون چیه، به اون لول برسی و انقدر عاشقانه زندگیت باهاش آمیخته بشه، بره تو همه چیت قاطی اون مسئله بشه. فکر می‌کنم دیگه ته لول خیلی حس خوبیه. مخصوصا برای منی که کارم این هستش. دیروز یکی از دوستان میگفت ساز میزنی پول در میاری. گفتم آره واقعا حس خوبی داری، یعنی هم کاری رو که انجام میدی یک درآمدی کسب می‌کنی، هم خیلی مفصله دیگه. میگم خیلی عجیبه و سازدهنی به اندازه کف دست به قدرت بزرگی یک پیانو. من یه چیزی در گوش آرسا میخوام بگم، به ترکی ازت بپرسم. şenidi? Hop, bet. Tamam. Sokakta çalıyorsun, genelde bunu söyledin. Türklerin tepkisi nedir sana?
فارسی جواب بدم. فارسی آره کردم وقت نداریم فارسی. اتفاقا یکی از همین آخرین آره خیلی خوب پس منم خوب متوجه میشم. آره خداییش من بهتر متوجه. همین توی آخرای پیجم یه کلیپ گذاشتم قطعه بلاچا هستش. توی کادیکوی نشسته بودم داشتم میزدم و ویدیو هم گرفتم. خیلی اتفاقی چند تا از این دوستان ترکمون داشتن رد میشدن و اومدن اونجا شروع کردن با من خوندن. به اندازه ایرانی ها توجه نمی کنن تو همه چی. واقعیت دیگه مثلا ما ایرانی ها مثلا توی مترو به هم نگاه میکنیم، به خیلی چیزا کار داریم، کلا کنجکاویم بیشتر از آره اینا نه اونقدر کنجکاو نیستن، رد میشن. ولی رو اون که با تاثیر بذاره میذاره دیگه. مثلا باز چند شب پیش یه بار داشتم همینجوری برای دل خودم ساز میزدم، یه خانم اومد همینجوری من داشتم ساز میزدم اومد بغل من نشست شروع کرد قطعه ترکی اجرا کردن، شروع کرد با من همینجوری خوندن و براشون خیلی جالبه چون یه مقدار نوازنده سازدهنی یا هارمونیکای کروماتیک توی حالا استانبول کم هستش. به خاطر همین براشون جالبه دیگه که مثلا با این ساز یک قطعه ترکی اجرا میشه. جالبه در من یه سوال تقریبا سوال جز سوال آخرمونه ولی حالا میخوام ازت بپرسم این که چقدر رو سازدهنیت حساب کردی وقتی مهاجرت کردی؟ یعنی چیز دیگه ای داشتی برای ارائه ترکیه یا نه گفتی با همین میبرم جلو؟ فقط با سازم دیگه. کلا زندگیم رو این میبره جلو دیگه. خیلی برنامه دیگه هم داریم. آره با هم دیگه خیلی کارا داریم که قراره در آینده. من این تیک زدن ها رو خیلی دوست دارم دیگه. خیلی تیک قراره بخوره تا وقتی که باشیم همش هم با سازدهنیه. آره من خیلی دوست دارم. من حالا یه سوال بپرسم. آره از شما ترکی میپرسی یا ترکی بعد بپرس. ترکی ندیدم. من خوب فقط میفهمم. قطعه مورد علاقتون چیه؟ خب هر چی بگم میتونین بنامید. خواننده اگه ایرانی میخوای یا خارجی؟ ایرانی. خواننده مورد علاقتون؟ ابی. چه قطعه‌ای؟ پوست شیر چی بود اولش؟ کدوم پوست شیر تاشو میخونی؟ خودم نمیتونم. چیز بخون پوست شیر رو اولشو. پوست شیر قلب تو اینو بلد نیستم. منو به چالش میکشن دوستان. یه سری ترک ترک میزنه که آهنگای ترک خیلی دوستش دارم، بریم ببینیم. قطعه‌های خیلی زیبا رو شنیدیم، برگشتیم به استودیو و می‌خوایم بریم با یه چالش جذاب با مهمونه. خب ادامه‌شو شما بگو. ببین چالش پاپوشیه اینطوری بگم. نه به خدا برای اینکه یکم فضامون عوض شه از موسیقی بیایم بیرون. 5-6 تا سوال ساده. سوالا تازه از فیلتر رد شده. مجبور شدیم که سوالا رو یکم تو جمع خانوادگی بپرسیم ولی تو میتونی که جوابای درست و غلط سعی کن درست جواب. میتونم ولی غلط هم. نه دیگه ساده ما صادقانه داریم به چیز ما میکنیم. حساب کردیم. بذار من اول شما خودت هم تو بازی. اینو بگیر. باز دوباره کاری کرد که قبلش با من هماهنگ نکرد مثل اسم برنامه. بگیر. قبلش برنامه رو نگفته بود. خیلی خوب. این ببخشید من یه دونه شما یه دونه من فقط چی هست یعنی یکیش چسبیده. خب سعی یواش بشه. ما سعی کردیم کار دستی درست کنیم. چند دقیقه قبل از برنامه من یه سوالی ازت میپرسم. اینا پایین باشه لطفاً. با کسی باشه. یعنی نه با کسی باید نه ما ستامون جواب میدیم. خب جمعه میگم میگه داشتم یا نداشتم. خب چون داشتیم نوشتم. منو سازمو با هم نوشتیم. ما نوشتیم داشتیم نداشتیم. برای جمع نیست. فرد مفرده برای یک نفر. اینو نوشته. صحبتی ندارم خودم. من با اجازت یه سری سوال میپرسم. هر کدومو که داشتی و سبزو میاری بالا. هر کدوم که نداشتی و خب نداشتیم حالا نداشتمه. آره. شما همینطور.
تجربه دستبند زدن داشتی؟ آقا تو نداشتی؟ نداشت. البته نقره بوده. دستبند نه. بابا دستبند پلیس. آها دستبند پلیس دوباره بپرسیم. خب تجربه داشتن دستبند زدن پلیس رو داشتی؟ اونم داشتم. چیکار کنم؟ تجربه کتک خوردن از جنس مخالف حتی یک ضربه. آرسا همه رو نگی نداشتم. خب تو نداشتی؟ آخه می چیه راستشو بگم اون دستبند تو ذهنم مونده بود مثلا این شاید باشه ولی الان یادم نیست. نه تجربه که یادم باشه یه چکی بهت خوردم. تجربه پوشیدن لباس جنس مخالف به هر دلیلی. آقا وایسا یه لحظه. خب به هر دلیلی. مثلا کت شلوار قبوله؟ الان میپوشن. الان اتفاقا الان کلا یه پیغام اومده بود میگفتن تو زندگی کردی اصلا آرسا؟ زندگی کردم معیارش اینه. الان یه پیغام جدید اومده بود گفتن خانم‌ها اگه مثلا لباس نداشتید به دم کشوی باباتون کتشو بردارید بپوشید. الان کت و شلوار تو بوده ولی لباس خب همون حالا تو مثلا چی پوشیدی لباس؟ حالا دیگه سوال بعدی. نه سوال بعدی. تجربه دزدی در هر سنی به هر شکلی. تمام بچه‌ها از کیف مامانشون تو دبستان دزدی داشتن. حتی کیف مامان. ما دبستان منو میشناسید. مهمون درست. من فکر کنم همه سوالا رو داشتم میگردم. منم همه دارم که. توی یک روز با دو انسان مختلف که همدیگر نمیشناسن قرار گذاشتی ببینی کدومشون بهتره. تجربهشو داشتی یا نه؟ که اصلا نه. تو نداشتی؟ نه دیگه. آقا خب پیش اومد دیگه دروغ بگم. خب بیا. نه دلیلی که آوردی مثلا ببینی کدومشون بهتره. حالا نه. دلیل آقا قرار با دو نفر همزمان باشی یا نه؟ خب بازم نبود. آره دیگه. و دلیلش هم من که الان خیلی شرمندش. آقا خب بچه بودم، کوچیک نوجوان بودم. چالشه واسه خودشه. تجربه این که مست باشی پشی و ندونی کجایی. اینو واقعا اسماعیل بیار بالا. صادقانه بیار بالا. صادقانه داشت. کجا بوده؟ واقعا صبح پشتی نفهمیدی کجایی؟ یادم نیست دیگه. نه چی شد نفهمیدم. آقا من سوالا رو درسته آقا مست بودی صبح پشتی نمیدونی کجایی. نه دیگه کجایی. اومدم خونه دیگه ولی نه یادم نیست چه اتفاقاتی افتاد. خب خوبه اونم جزء داشت. اونم بد خطه؟ نه. تا حالا دنگتو پیچوندی؟ ادمون آقا نمیشه که تو انقدر دنگ ما رو پیچونده. آره من اونطوری هست. خودم هم دارم. من کلا تو این داستانه آخر اوکی ام. بخاطر یه جایی رفتیم اونا یه بار دنگم پیچونده بودن منم دنگشون رو پیچوندم. آخه این سوالی که داری میکنی دو قسمته. من هی داره این حرفایی که میزنید یاد مثلا دبستان راهنمایی میافتم. خب اونجا خیلی همه کار کردیم دیگه. کاش میگفتی مثلا از 10 سال به بعدو بگو. اینو تو اصلا نداشتم تو بالا نگه دارم. آره من سوالت تا حالا پول پیدا کردی بدون مالکیه ولی بهش ندی؟ بالاخره نداشتم و دیدی. نه واقعا اگه مثلا مالکیه دادم ولی پول پیدا کردم زود رفتم. یعنی باید استادم ببینم مالکیه. آخریش به هر دلیلی تا حالا بی خودی تو توالت قایم شدی و وایسادی زیادی؟ قایم نه ولی تو من وایس. تو دبستان این کارو نکردیم خدایی؟ چرا خب مثلا از کلاس بریم بیرون نخوایم بریم تو کلاس ساعتا توی اونم جزشه؟ آره دیگه. اگه اون جزشه تا دلتون بخواد. این شرط مرسی بچه‌ها جمعه شوخی داشت بخواستیم یه ذره باهات راحت باشیم. اسماعیل چیزی خاصی خیلی نمیخوایم بگیم وقتت هم خیلی گرفتیم. فقط این که یکی از ترکاتو من خیلی دوست دارم برای اختتامیه آخر همین آیتم میذاریم چون میخوایم بریم یه آیتم دیگه. قبل از اینکه بریم اون آیتم بهم یه چیزی رو بگو. ببخشید من نذاشتم تو اصلا حرف بزنی. فیلم میبینی؟ الان حالا اسم کارگردانو خواهی پرسی؟ نه به خدا فیلم میبینی؟ نه فیلم نمیبینی. خیلی آخریش چی بود؟ درگیرم بیشتر کلاس. آخریش سالهای دور این تایم.
جاستین تیمبرلند بود اشتباه نکنم. خیلی فیلم قشنگ بود و فیلم مورد علاقه‌ام هم کلاه قرمزی و پسر خاله است. ما یه آیتم فیلم داریم با تو تمومش کردیم، می‌خواستم ببینم فیلمی هستش که در موردش حرف بزنیم. ترجیح میدم که بریم در مورد فیلم دیگه ای صحبت کنیم، چون این تایم خیلی فیلم خوبی بوده ولی حالا شاید خیلی هم فیلم با ارزشی که در موردش بخوایم حرف بزنیم برنامه بسازیم نبوده. بریم آیتم فیلممون. تو صحبتی نداری؟ اسم فیلمتون چیه؟ نمیدونم. بعد بریم آیتممون چی ساخته شد. ولی این تایم بهتر. اصلا بریم آیتم این تایم رو ببینیم حالا که اینجوریه. نزدیک 14 سال از فیلم این تایم میگذره. این فیلمی که از شاهکارهای سینما میتونه حساب بشه، چون موضوع به شدت جذاب و با جزئیات زیادی داره. درسته که فیلم به قول یه سری دوستان هالیوودی و خیلی چیز عجیبی نیست، اما سناریوی خیلی جذابی داره و ما سعی میکنیم که کوچولو در موردش صحبت کنیم و اسپویل نکنیم. موضوع فیلم که مشخصه، به جای پول آدم‌ها باید زمان بخرن و زمان خرج کنن برای هر آن چیزی که تو این دنیا وجود داره. سالها گذشته و با تغییر ژنتیک ساعتی روی دست همه انسان‌ها هست و اون نشان دهنده باقی مانده زمان زندگیشونه. جدا از اینکه خیلی میتونه ترسناک باشه و اینکه شما هر روز باید به اون زمان نگاه کنی که چقدر وقت داری، باید برای ادامه و اضافه کردن این زمان هم تلاش کنی. البته وارد جزئیات که بشید متوجه میشید که فیلم هیچ ربطی به آینده نداره و در اصل ما سالهاست که تک تک انسان‌ها درگیر همین پول و همین زمانن. فقط توی فیلم جاشون عوض شده. اونجا پول میدن که زمان بخرن، اینجا زمانشون رو میذارن که پول در بیارن و تمام تلاششون اینه که پول بیشتری در بیارن تا از باقی مونده زندگیشون و زمانی که دارن بیشتر لذت ببرن. تا 25 سالگی که پسرها و دخترها تو همه کشورها درگیر درس و دانشگاه و سربازی و اینا. بعد 25 سالگی فیلم داره اشاره میکنه که تازه زندگی شروع میشه. دقیقاً تو فیلم هم از 25 سالگی به بعد انسان‌ها 1 سال فرصت دارن که زمان باقی مونده زندگیشون رو زیاد کنن. بماند که در فیلم چه اتفاقایی میفته و ظلم و ظالم و فقیر و ثروتمند رو میبینیم و در آینده چه پایانی دارد و اینا بماند. شاید فیلم خیلی با ظرافت بیشتری میخواد یه چیزایی رو به ما یاد بده که ما تو زندگیمون داریم انجام میدیم و تمام وقت زندگیمون رو داریم برای چیزهایی که یک روز دیگه حتی بهش فکرم نمی‌کنیم و یادمون نمیمونه میذاریم. پولای بیشتری در بیاریم، به آدمای کمتری کمک کنیم، فقط فکر خودمون باشیم. مثلا حاکمیت‌های مختلفی که داره تو فیلم زیر سوال میره و با مالیات و کلی سختی‌هایی که برای مردم به وجود میارن خودشونو مستحکم‌تر میکنن. در هر صورت فیلم تأمل برانگیزی و دیدنش خالی از لطف نیست. داری فلوت میزنیم با چیکار داریم؟ یعنی چه نمیگیم میای تو استودیو؟ خب اول این استا دستشه، آیتم دوم گیتار میزنه، حتما الان داشت فلوت میزنی. نه خیر. چیکار می‌کردم؟ نه بگو به مخاطب. من دیدم مخاطب آقا یه تبی افتاده به جون ملت مثل خیلی چیزهای دیگه. همستر رو داشتم نگاه میکردم. نگاه میکرد یه 200 میلیونی سکت با نگاه کردن پیدا کرد در آورد. چیزه اصلا واقعا حالا کار ندارم، شوخیه. میخوام ببینم تهش چی میشه. یعنی بعد نات کوین دوست داشتم بدونم که اینم فقط دوست داره بدون تهش. آقا این اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. اتفاقا همستر یه چیزیه که الان هر کیو ببینیم داره. من اتفاقا چند روز پیش تو باشگاه بودم، یه بنده خدایی، این جدی میگم، یه بنده خدایی دستگاه رو گرفته بود، میخواست که ورزش بکنه ولی متاسفانه انگشته دستش داشت ورزش می‌کرد. یعنی ستش تموم شده بود؟ نه بابا منتظر مونده بود. هیچ کی هم اجازه نمیداد استفاده کنه. یعنی خب بلند شد. تو بعد گوشی رو میگرفتی، همستر رو براش میزدی، اون ستشو میزد، بعد نوبت تو میشه. ولی یه چیزی که الان من می‌خواستم در موردش صحبت کنیم، حالا واقعا این که بهونه‌ای بود من اینکه بگی چند تا نکته بگیم. آرسا دیشب چند شب پیش داشتم فکر می‌کردم که چرا الان یکی از بزرگترین کشورهایی که اعلام شده داره از همستر استفاده میکنه ایرانه. خب و الان مردم ما
درگیر یه همچین برنامه‌ای. فقط خیلی خلاصه میگم چون اصلا دوست ندارم وارد مباحثی بشم که شاید الان حالا بعدا مجبور شیم پخش نکنیم یا حالا هر دلیل دیگه‌ای، ولی من فکر میکنم اگر یه مقدار مردم ما جیبشون یه ذره پرپولتر بود و یه ذره همه چی شاید تو مملکت ما بهتر داشت میرفت جلو، خب فشار اقتصادی نبود، فکر میکنم اصلا کسی همستر رو نمیشناخت. شاید یه موضوعی وجود داره، اینو بگم. خب من میدونید ترید میکنم چند سال توی مارکتم. همستر نوع جدیدی از ایردراپ هاست. قبلا هم این قضیه بوده، یعنی سالیان سال مردم دارن ایردراپ دریافت میکنن و خیلی چیز عجیبی نیستش. قبلا یه مقدار سخت بود این پروسه، یعنی تو باید یه تراکنشی انجام میدادی، توییت میزدی، یه کاری میکردی که به تعامل اون پروژه کمک بکنه که تا در ازاش ایردراپ بگیری. این همستر و ناتکوین چرا انقدر پررنگ شد؟ چون کاربردش راحت بود، یعنی هر کسی تلگرام داشت باز میکرد و استفاده ازش آسون بود. برای همین هر کسی که حتی از مارکت کریپتو هم هیچ اطلاعاتی نداشت ازش استفاده کرد. حالا فاز به قول استاد نصیحتی نشه، ما نمیتونیم بگیم این بده یا خوبه. هر میتونه که درآمدم داشته باشه و نکته مثبتی هم داشته باشه، ولی اینکه انقدر یهو همه گیر شد چیز عجیبی بود برای من. به قول تو توی ایران خیلی پررنگ خیلی. حالا من یه چیز اشاره هم بکنم، نمیدونم این تایمی که این برنامه قرار پخش بشه شاید اصلا همه لیست شده، یه قیمتی هم در اومده، معلوم نیست، چون ما الان که داریم حرف میزنیم هنوز این اتفاق نیفتاده. و یه خبر خوبی برای دوستانم داریم که یک برنامه‌ای اشکان داره که در مورد ایردراپ هاست. حالا باز ممکنه تا الان که این برنامه رو می‌بینیم اون برنامه شروع شده باشه، پخش شده باشه، اگر نشده باشه که به زودی قرار این برنامه پخش بشه و خیلی هم مثلا برنامه خوب و جذابیه، کلی میتونن ازش استفاده کنن و انشالله که این ایردراپ ها به یه عددی برسه برای مردم. من خلاصه‌شو بگم، تا جایی که برای زمانتون ارزش قائل باشه اون پروژه و در ازاش بتونین کسب درآمد بکنین، هر کاری هیچ اشکال نداره. زمانی که زمانتون بی علت خرج بشه و چیزی بهای بابتش پرداخت نشه، چون مهمترین چیزه اون وقته که باید از یه قضیه فاصله بگیریم، وگرنه هیچ اشکال نداره. یه آیتم ببینیم. الان هر پیجی رو که باز بکنی یا هر جایی که بری، صحبت و نشونی از بازی‌های کلیکی همون ایردراپ ها رو میتونی بشنوی. برخلاف همه جا من میخوام امروز در مورد تأثیرش در طولانی مدت روی زندگیمون صحبت بکنم. موضوعی که وجود داره، بازی‌های کلیکی همون ایردراپ ها الان به شدت فراگیر شدن و خب پیر و جوون دارن سعی میکنن نقشی تو این بازی ها داشته باشن. صحبت من اینه که این بازی های کلیکی همون ایردراپ ها میتونن یه عصر جدیدی رو توی زندگی ما ایجاد بکنن. حالا چرا میگم عصر جدید؟ کاملا تأثیرش میتونه مثل ایجاد گوشی‌های تلفن باشه و تأثیری که گذاشت روی عصر ارتباطات، یا حتی ایجاد ماشین‌ها و تأثیرش توی حمل و نقل. در حال حاضر این ایردراپ‌ها که از ناتکوین شروع شد و الان همستر و هزاران بازی و ایردراپ دیگه وجود دارن، میتونن یه انقلاب و عصر جدید رو توی مسیر کسب درآمد ما ایجاد بکنن. حالا این عصر جدیدی که داریم ازش صحبت می‌کنیم میتونه یه سری مزایا و معایب توی زندگی ما داشته باشه. اولین عیبی که این قضیه داره اینه که جامعه این ایردراپ ها به شدت بزرگ شده و همین میتونه یه خلایی رو ایجاد بکنه که افراد سودجو با ایجاد بازی هایی که شاید آینده‌ای نداشته باشن زمان جامعه رو هدر بدن. یکی از بزرگترین مزایای این ایردراپ ها میتونه این باشه که همینطور که اولش گفتم، پیر و جوون و افرادی که شاید اصلاً با مارکت کریپتو و بازارهای مالی آشنایی نداشتن، از اونجایی که کاربری این بازی ها و ایردراپ ها ساده بود وارد این دنیا شدن و اگر بخوان این مسیر رو خیلی جدی و با آموزش ادامه بدن، میتونه که براشون آینده خوبی داشته باشه. در حال حاضر چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، این بازی ها ایردراپ ها بخشی از زندگی روزمره ما شدن و ما صرفا با افزایش آگاهی و دانشمون میتونیم ازشون کسب سود بکنیم. برنامه خیلی زیادی داره در حال حاضر توی کافه ترید پخش میشه که اطلاعات بیشتری رو در مورد ایردراپ ها میتونه به شما بده، از جمله برنامه دبل کلیک و حتی فولدری که توی یوتیوب وجود داره با اسم ایردراپ ها. امیدوارم که استفاده کنید. خب شروع شد. فکر کنم تاثیرات موزه‌ای که رفتیم از هر چیزی هم تاثیر میگیره. از همستر میبینه همستر مای میکنه،
گیتار دوستش میزنه گیتار میخره. نه چیزی میشه نگو. من تعریف نکنم. ولی نه، ما این که دیدین الان واقعا خیلی تاثیرگذار بود. آخه موزه مادام توسو رفتیم با آرسا و بعد همستر ما یهو اومدیم رفتیم سمت موزه، ولی موزه مادام توسو رفتیم با آرسا و دوباره خوش همون ببین، یعنی میرفتی بعد اون آدمه، نمیدونم دوستان میدونن چقدر میدونن این موزه حالا یه چیزی داره، یه تاریخچه داره، خود آیتم بهتون میگیم، ولی این موزه رو همه جا نیست متاسفانه. خب هیچ موزه‌ای تو ایران نیست، ولی این موزه اصلا تو هر کشوری هم نیست. الان ترکیه این موزه رو گذاشته و تمام کاراکترها رو به همون سایز، به همون اندازه، به همون قد، من الان وایسادم که ازم قالب بگیرن واقعیت ساخته شده و تو موزه هست. من میگم برای اینکه خیلی طولانی نشه اگر موافقی بریم آیتم موزه رو ببینیم و که دیگه بعدش هم برای خداحافظی آماده شیم. خیلی خوب بریم. وایسا نه من میخوای خوش بشی بریم. رفتیم. خب قرار شده که بریم مادام توسو. منتظر آرسام از استودیو اومدیم، ولی من اینجا منتظر آرسام دیر نکرده، ولی خب منتظریم دیگه. مثلا اینکه برسه میریم تو. یادتون باشه که اینجا استقلاله، همه ایرانی‌ها اینجا رو میشناسن و اینجام که موزه مادام توسوه. تو خیلی از کشورها این موزه نیست. یکی از کشورهایی که هست ترکیه است. گرمته کنار آقای رونالدو. آقا اینم بگم که قیمت بلیطاش اینه 1000 لیر، دانشجوها 755. یه چیزی هم زده فیری که بچهای زیر بچهای نوزاد. خیلی اون که نمیفهم. آرسا کلی وسیله داره. خب قاعدتا اولیش آتاتورک. به نظر کی میتونه باشه؟ فاتح سلطان. فاتح. همونی که خرم سلطان. آره اونه. خرم سلطان؟ نه این همسر خرم سلطانه. آره فاتح سلطان درسته. این وزیرشه. اینا اول خود ترکا رو گذاشتن، قاعدتا هم خب باید بزنن دیگه، ترکیه است. میگه کمکم کن من اینجا رو دیزاین کنم، تو نوشتی پاپوش باش. درش هم افتاد. خیلی خوب. کلی دنیا رو فکر کردی نشست؟ فکر کردم یکی نشسته. ببخشید بشی باشه صحبتی بکن. یا شاکرمانه به هر این آشناست. خب چشمکم میزنه. میدونید که موزارته. خب بعد چقدر کوتاه بوده، میدونید که قدشو واقعیه؟ آره بعد هیکل اندازه کوتاه بود یا همون؟ آره دور انداز. کاش من قدم اینقدر بود همچین اثرایی میذاشتم تو دنیا. میگن که کر بوده، یعنی تو این که کر بوده موزیکو میزده و اینا، یعنی کر شد. استیو جابز کوتاهه؟ آره دیگه. آرسا این الان کوتاهه؟ 1.90 قدشه. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. این هم اپل هایی که 1976 در اصل یعنی اونجا ثبت کرده، ولی از 1977 تقریبا لوگوی بزنین برم جلوتر، لوگوی اپل در اومده و این لوگو ارتقا پیدا کرده. ولی جالبه که 2007 لوگو یه ذره طراحیش سه‌بعدی شد، دوباره 2017 برگشته به خانم صبیحا گوکر هستن. فرودگاه صبیحا به اسم ایشونه و چقدر خفن یه خانوم خلبان بوده و الان اون زمان یعنی لذت بردم. چقدر زیبا بودم، چقدر لذت بردم. ایشون هم که معرف بله خانم برنسات درسته؟ آره اسم سریالاشو بگو. چیه؟ چیز عشق ممنوعه یا میوه ممنوعه؟ عشق ممنوعه. آره تو ایران بیشتر معروف شد. قدش هم همینه؟ بازم چرا کوتاه؟ خوبه دیگه، نرماله دیگه. تو خودت چندی؟ من 1.73. جالبه که اینجا مراحل ساخت کلا گذاشتم و اینکه من فکر کنم سخت‌ترین قسمت مو چشا باشه. چقدرم خوشگل درست کردم. یه چیز دیگه هم بگم، میتونی خودت هم اینجا بگی دستتو مجسمه کنی. جدی؟ آره. به زودی از خود منم احتمالاً مجسمه اینجا میذارم. از بچه پاک میشن. این قدش خوبه. قدش که خوبه ولی یه مشتشم، یعنی اگه میزد یه مشتشم کلن. محمد علی کلی از این چه قدی داشته؟ قد بلند بوده. قد بلند بوده. اگه قد میخوای بچرخ. این بلنده. این هدایت ترکگلوه، بازیکن بله بسکتبال ترکیه است. نمیدونم در قید حیات هست یا خیر. بپر ببینیم.
همین. عالی. بعد از فکر کنم راجر فدرر که من خیلی دوستش دارم، یکی از ببین قدش اما یه ذره کوتاه‌تره. آره. البته یک کوچولو اینجوری وایساده ولی بازم کوتاه‌تر. چه عضله‌هایی ساختن براش، ماشاءالله. قیافش هم خوبه دیگه. خدایی خوشتیپم بود. قهرمان تنیس جهانه و رقیب همیشگی راجر فدرر عزیز. بریم سراغ خانم. این خانومه رو نمی‌شناسم، یعنی متاسفانه بخش خانوما رو نگاه نکردم. مهم اینه خانومه. این هیکل رو ببین، بولت فکر کنم. بله سریع‌ترین آدم روی کره زمینه. جدی؟ بله. و رکورد 100 متر دنیا دست ایشونه. دیگه قدش هم خوبه، عضله‌هاش خیلی خوبه. آرسا اهل فوتبال نیستی؟ من نباید داداشم خیلی دوست داره دیگه. چقدر مسی کوچیکه خداییش. اصلا بچه که بوده گفتن که چیزه. آره این با هورمون و اینا خیلی تونست تازه هم یه ذره قدم. اونور مسعود اوزیله، این طرفم که چرا من الان نفهمیدم نیمار به جز نیمار. اینو بگیر من برم ببینم این کی بود. تورانه دیگه، توران ببخشید. توران نه درست شد. اینجا میتونی که شوت کنی. شوت تو همه چی رو داره. من اونوری زدم. عالی. آقا این برعکس میره به جان. تو یه دونه بزن آرسا. دیگه چی بگم؟ هستن بله. قدش هم خوب بود. نمیدونم ولی ممکن زنده باشه. هنوزم من به این تئوری اعتقاد دارم که زنده است. کاش یه روزی با یه آلبوم جدید یهو سر کلش پیدا میشه. آره فکر کن. آرسا بهت بگم من مامانم کنسرتش رفته. جدی؟ آره. خیلی خفن. خب آرسا خانم کتی پری فکر کنم. از کیتی پری یا کتی پری نمیدونم کوتاه با هم قد اینا. والا تو بلندتری. تو بلندتری راست. من دوستش دارم. کی؟ دوالوپا مثل اسمش سخته. خیلی خوشگله. دم سازندش کرد. خانم بیانسه. صحبت نداره. اینا واقعا دیگه تکرار نمیشن دیگه. حالا خوب و بعدشو کار ندارم، به موزیکش هم کار ندارم. آدم هنرمنده. ریحانه عزیز. ریحانه هم قدش خوبه. ما واسه این داریم این قد رو چیز می‌کنیم. احساس می‌کنم دلیل موفقیتشون مثلا چه میدونم قدشون نیست دیگه. الان این که داری میگی دلیل موفقیت صدا نمیتونه باشه. نه خانم مادونا دوستش ندارم. مادونا رو آهنگاشو یا خودشو لباساشو حالا دور ننجا با لباس گوشت رفت یه بار. اون لیدی گاگا بود. به آقای باب مارلین عزیز، چقدر این آدم خفنه خدایی. الانم که دیگه همه جای دنیا عکس. فکر کن بشینی اونجا و حالا مثلا باب مارلین بتونه برات بخونه. خودش اونجا بود. آره. موهاش شبیه من ها. آره. لیدی گاگا ازش خوشم نمیاد. چرا؟ چون گوش پوشی؟ کلا لباسای عجیب غریب، شخصیت عجیب غریب. صداش. قدش کوتاه. صداش کوچیک. ما اینقدر بلند نخور نیستی. دلش کن کشیش ببین. به دوستان مارول باز خیلی دوستان میدونن اینو تو اتاقم بزنم اون بالا وایسته اینجوری نگام کنه. ای بابا. اما خانم مرلی مونرو اصلا شبیهش نیست. خودش خیلی خوشگل‌تر بود. آره اینو خوب درست نکردم به نظرم. ما اینقدر بلند نخور. آقای آرنولد شوازینگر از قدیمی‌های بدنسازی چه قدی داره؟ نه ملاک قد کنسل دوستان دنبال یه دلیل دیگه قراره بگردیم چون آقا این بزرگترین هیکل دنیا بود یه زمانی. قهرمان پرورش اندام بود، بهترین فیلم‌ها رو بازی کرد. ملاک حتما قد نباید باشه که آرسا که آقا ببخشید. یکی از کارگردان‌های محبوب زندگیم آقای استیون اسپیلبرگ که فکر می‌کنم همه فیلماشو میشه با جرأت با خیال راحت دید. اینم از ساخته‌های آقای استیون اسپیلبرگ که به اسم ایتی. چرا؟ ایتی. قدش قبوله. الان مشکل قد حل شد. بقیه چیزا ملاک نیست، رنگش، قیافه. نه دلیل موفقیتشون میتونه مثلا قد حواست باشه فیونا نه پشت درخت فیونا. فیلم کوچی هداهه مال شاهرخ خان و من یادمه خیلی دوست داشتم بچه‌تر که بودم. زدن ما دیگه نتونستیم. چی زدن؟ قلط. شاهرخ خان ببخشید. بابا فیلمای هندی من ندیدم همش قلط می‌زدن. آها رو چمن و اینا. مرسی. قدش خوبه ببین. بابا این پاشه اولا پاشه. نه. به خدا پاشه. میدم بالا ببینی ها. بذار بالا.
نشد زیرش چی دیگه بود ببینم، ولی اصلا مهم نیست، مهم که خانم جنیفر لارنسه و کراش نصف دنیا. پاشنه داره، مثل معلومه این لباس حتما پاشنه داره. خانم شما قدت کوتاه‌تره. آقای لئوناردو دیکاپریو بالاخره برای فیلم رونانت جایزه اسکار بگیره، نمیدادن بهش جایزه اسکار. چرا؟ نمیدادن. 20 دفعه 20 تا فیلم خوب بازی کرد، نمیدادن. میدونی که یه دونه مجسمه سمبل زیبایی مردان کره زمینه که اگه روز بیگانه ها اومدن فضایی اومدن رو زمین خواستن نشون بدن بگن این قشنگ‌ترین آقای براد پیت واقعا هست، یعنی نظریه است که این کارو بکنن. آقای دیوید بکام خانومشون الان اونجا شلوغه. تنها کسی که خانومش باهاش حضور داره فیونا نیومده بود دیگه. ویکتوریا بکام و آقای دیوید بکام خوبن جفتشون دیگه. قدشون چطوره؟ خانومه خوبه. دیدی مگه؟ مهم اینه خانومه. آرسا کارت داره. آقای جانی دپ. بله. به نظرم بازم شبیهش نیست. خیلی هاشون شبیه نیست. خیلی هاشون شبیه نیستن. مثلا اینور رایان گاسلین هم ببینی خدایی شبیه. چه قدی هم داره رایان گاسلین. یعنی خوش قد و هیکل اینا. واقعا زیباست. آنجلینا جولی اینشون که خوبه. قدش خوبه، قیافش خوبه، یعنی واقعا دیگه. بروس ویلیس. دای هارد که البته دیگه الان جدیدن کمکار شده و اصلا فیلمی هم که بازی میکنه جذاب نیست، ولی چقدر خدایی خوش تیپ بوده. منم بودم دوست داشتم این برام فیلم بازی کنم. بریم استودیو. بریم استودیو. خیلی خوب بود. من خیلی دوستش داشتم. به نظر اگر اومدین استانبول یه ذره بلیتش گرون نیستا، یعنی به ریال بخواید حساب کنید نزدیک 600 لیر شد دیگه هر بلیت. البته دانشجو باشید ارزون تره. فوتبالیستاشو خیلی دوست نداشتم، ولی بازیگرا و خواننده‌هاش خیلی خوب بودن و من فکر می‌کنم باز هنری شد فوتبالی‌ها رو چیز کرد. یه دونه من یه خاطره سریع بگم و بعد خداحافظی کنیم. من یادم خانواده من خالم رفته بود موزه مادام توسو تو آلمان و یه چیز جالب تعریف کرد. میگفت با همه مجسمه‌ها و با همه اون چیزایی که ساخته شده بود شما میتونستید عکس بگیرید به جز مجسمه هیتلر. اجازه عکس گرفتن با مجسمه هیتلر رو چون میگن که این آدم افتخاری نداره که باهاش عکس بگیره. نگاه آلمانی هاست. خیلی ها دوستش دارن هنوز، ولی خب خیلی هم نداره. خیلی حرف زدم. نه. تو خداحافظی کن. خداحافظی کنم؟ خوش شد. نه من مرسی که همراهمون بودیم با پارت دوم پاپوش. امیدوارم که این برنامه رو بپسندید. تا پارت بعدی خدا نگهدار. بگم یه چیزی یه بار دیدی نتونستم. میشه حتما توی یوتیوب برامون کامنت بذارید و از چیزهایی که دوست دارید بنویسید که ما تو برنامه‌مون اعمالش کنیم. آره خداحافظ شما.